من به نزدیک در ولایت خطلان بودم سفر داشتم از یک خواجگی دهقانی دیدن کردم 20 نفر کار و فعالیت داره در یک خواجگی دهقانی اونا دیدن در کار با چشم سر قریب 100 تن لیمو پرورش کردگی آموده 100 تن هزارها تن محصولات لیمو دیگر ماندارین اپلسین یا میوه‌ای که در برای ما دفیسیت در بازار کمچین بودن نرخش بسیار گران بود زمانهای گذشته حالا آماده است برای صادرات یعنی دهقانان چگونه راه‌های زندگی راه‌های باید میگیرن و بینتون حاضر چی میگم клубника رو قلفینای مایلش گرچنده این چیزی برای مردم وای نیست این اساسا برای بای بچه ها هستن آدمایی که امکانیت دارن چون که یک کیلوش در بازار میگن 120 تومان رحمت پدرشون ده فروشن کسی امکانیت داره میخرد اساسا کی مشغول استحصالات چی دهقان اینا پرورش کردن در کار در فصل زمستان گرخانه میکند عذاب میکشد خراجات میکند بله باشد برای چی دی برای چی از خارجه میاره در 300 تومان برای چی از خودی و بینه صفاتش خوب بهتر نه گپ درباره قلفینه نمیره گپ درباره سبزوات دیگر هم بادره که پمیدار و کلافور بالگری و دیگر اومد سبزواتی که امروز 5 سال پیش این چی نبود که از خارج می اومد 10 سال پیش عموما نبود در فصل زمستان